اینا برادران، اینا روده، اینا همه چیز همیشه میآید. اگر راستی گپ شبانه همین مواد که عذاب میده یا میده. همین خاصی خدا شوم اگر برادرای عزیز که و خاطر خدا یکان خدمت کرد چی خدمت شد همین سلامتی شد مقصد دستم نمیرسه. سلام علیکم به همه نفرایی که ما را تماشا کردین در کانال صدای غریب و در کانال اویاکمپانی روی سفید. برادرها اپا و خواهرها چه خیلی که اول شما ویدیو شما فهمیدین یک امک ما را زنگ زد خیلی حوزی دربارش پراتر معلومات میتیم یک مشکلی داره مقصد چه خیلی یعنی همه آدم در یک پستی میزنن و ما میخوایم که با کمک شما و همه با شما رسوندن چه خیلی که ما خواهش کردن ما مقصد جوانتر هستیم بیشتر هستیم و همه امک ممکن در اکسین سالش رفتگی حدیث ما همه قدر کمک میومد برای همه امک قدر تونستیم و میخوایم که بر سهم شما برسونیم و کدامی که دستش میرسد کدامای دست بخیر میتونه کمک کردن مرحمت سهم اختیار بگذارین یکم که بتونیم بشه. السلام علیکم با همه خوب چه خیلی که برادر همش قید کرد تیمور هستم امک چیزم خودمون قبل کردیم الحمدلله همش تیمش اینه که به چی کرده خیلی نمیم باز اول قدشون گپ بزنیم در این طرف میبروی مقصد ویدیو خیلی چون گپ زدگی و تماشا کنیم انشاءالله تا آخرش همش فهمیم. خب باز قای امک در تماس هستیم و علیکی. سلام علیکم امک جان یا بار دیگه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادرای عزیز. سازی خوبی امک جان سلامتی ها خوب اخی؟ خیلی الحمدلله خیلی حاضرش یک سه قسم دو قسم قریب خوبم اکه همه اپیرس کردگیم رودن در بیرون 60 سانتی مترش از بریدگی پرتافتن در گورد اوفا 1.5 سال شده است که همه کم مشکلی دارم میخوام که همه اپیرس هم بزنونم همین مشکلیم که دستم نمیرسه. بازیر امک جان اگر یکی شما تاجیکستان ای کدام ناحیه این؟ برای برادران ما ناحیه 5 ای نوری وعدت ای کشلاخای دهی و خیام میگن اما ای همو جایی اما تولدتون چنده امک جان؟ مولد ما 1974 49 ساله هم. 49 ساله هم. شما در شهر اوفا گفتین اپیراسه کرده نه؟ ما در شهر اوفا اپیراسه کردم. کار رفته بودین اونجا چه خیلی شید سبب بیماریتون در چی بود یک بار میفهمونید؟ سبب بیماری ما که همونجا وقتی که ما برای گرشتنی کردن و گذر رفتیم همونجا مقصد که چی خیلی گپ زنم که همیش کم رنگ همی بیماریش کم درد اگر گپ زنیم همی خیلی ها که همی مثال همی چی همی تشویدیم از طرف مثال چی خان اومده بعد در همین چی منیسه در رفتن دیدنم گفتن که دستراش اپیرستش میکنیم بعد ما را اپیرست در همونجا کردن بعدی که خد دیدم پروه کردن گفتن که اپیرست هم میکنیم که اگر اپیرست هم نکنیم مقصد میمری بعد من رضا شیدم مقصد که مالی حالا چیگونه اپیرست هم کردن 60 سانتی متر شبریدن نومی همو کلید نیاز و روده یاره شیدگی های بیماریتون کلید نیاز و نام دارم؟ ما کلید نیاز و بیماری ما همو روده جراحی در روده جراحی در روده همو 60 سانتی متر پوسیدگی بود همون را بریدن پرتافتن 1-3 سانتی متر رو ایبری ایبری همی تیگه 2-3 سانتی مترش بیرون برآوردن که برای که مقصد که ما مثلا ای دنیا نریم همه شرایط همه خوبداری از طرف ایسه میآید از طرف قفا روده بریدگی و از طرف دیگر نمیره با امک جان بعد شما در اوفا با یگان خش تباراتون بودین مقصد زن فرزندو قطعی بودین فرزند دارین تقا جان؟ من
دختر بچه دارم. من در اونجا هیچ کس نمیشناختم. راستی گپ یک آدم خطی مقصد و زنه که شنا شده همون گوخی بیا من تنها یاردم میکنم همون رفتیم. من خودم همون کمک همی دویدم خواندگی که هستم لیچبنی مقصد که مساجی تبابتی را یک ویدم به من شون داد در مسکوه. من خواستم که وای گوخی بیا من تو را یاردم کنم کلان داری بیا همی حاجت بگی داکیمنت که بگیری بسیار زندگی خوب شود. خیلی در نصیب ما که همینطوری که بود کلید دیگه از رشید بعدی که مثلا شیدک در این حالت دیگر من خیسته نتونستم انا امروز دیگه با ما عروبه آوردنم بای نمو چی را ایرپورتا خیلی گفتن که بعد 6 ماه سایدینیتش میکنه. امروز دیگه اومده در تاجیکستان وقتی پراور کم کردن گفتن که تا یاره قاق نشود سین خبای بریدگی و جمشیدگی همون کلید یزا که هست خون میاید تا قرار نکنه ما شما را چی کردن نمیتونیم و تا حاضر قرار نکرد. راسیدم شرایطم به حد خین 4 دختر بچه مایده شرایطم میسا قینتره راسیدم دستگیری کسی نکرد. اما خیبایی کردن که قشلاقیان که اما رهبری را دادن گفتن یاردم میکنیم اما خیلی خونه را آوردن تمام دیگه زنگ بودن. مقصد همون همسایه و شناسای شما تا یه درجه کمک کردن نه؟ من ناشکرینم یه درجه کمک کردن. یک گروپ همون خشون که همه که گروپ تشکیل شد که کسی کسل بیماره همه جا بسیار رهبریش هم میتیم که بای خونه را برنش یک 25,000 روسیه حقیقت اما دادن. الله بزرگه اومدن نگه گفتن که یاردم دیگه در اینجا شرایط تاجیکستان تو معلوم هست مقصد که خیلی در اینجا کار نمینم فرزنده مثلا مایده ها کن 4 دختر بچه هم مقصد این کار دیگه همین خیلی ماندم دیگه وضعیتم یه همیده همین خیلی گفت زنم اکا جانو برادرای عزیز پروست همین روده تا بیرون های آقا جان بیا یک کار کنیم حاضی جدا چخیلی حاضی اینترنت پری آدمای دروغ و شیطان و خیلی رو میگن هم خیلی پرشنگه برای همون شما کم ترکک نشان دادن میتونه که در حقیقت بینم باور کنن و ویدیوی رو کده که تمام مونده ما حاضی کم ترکک نشان میده اینا دیده شکا اینا روده را اینا نگاه کنم خلطشه را دیده یور هست کم ترک شده اینا برادرها اینا روده اینا همه چیز همه سی میوید اگر راستی گفت شبانه همین باور که عذاب میده یا میده همین خاصی خدا شوم اگر برادرای عزیز که به خاطر خدا اگر خدمت کنن چه قوت شو همین سلامتی شو مقصد برپا کنم انشاءالله خوبیش گم نمیشه. حاضر همون خالته که مولگه مقصد ایرودا پراموی در همون خالته جمع شد و شما خالی میکنن یعنی اگه اخلاق در پیش اومد است با هم میگیرین اگر اخلاق با پیش میاد با همی بگیریم بعد در یک شبانه از هر یک ساعت و یک ساعت وقتی که جمع شود مقصد که و سوخه چیه نمیدونم دمم میگیره هر ساعت مثال میرم خالی میکنم خیلی چی که باشه وضوخ میشنوه انا 8 بار در یک شب من میخیزم امیرا مقصد چی میکنم بازی توجه شما را در کدام کامیرا چطور هم بگین چلی چون هم بگیرن بس چهره تقرب داره هر حرکت توجه نگاه کنید بازی گفته این که در کدام کم در پیش صحبت کنید گفتین در کدام دولت شما را امیرت سر گفته گیم شده گفته بودن؟ نه من حاضر میخوام که همون جای اپیرست کردنم بعضی آدم های جا رفتم گفتن که در همون اوفا اپیرست کنم با اوفا برم انا حاضر دارم که انشاءالله که خیلی کم اگر کم بوده شید ای میگه ای با یک اپیرست اگر در بالای سر ما اومد در یک کسی که ای میگویده بیمو دیگه من موندم اگر باید نصیب باشه نیتی اوفا روم یا بارگه و یا پرویکه کنم برای من در جا ایرپی دارم رسیگم اون را پرویکه کنم اگر نمیدونم با فیلم پختگی نمیدونم انا بعد او مقصد کارم بعد معلوم میشود که چیز میگه بازی مشکلی شما باید شما
Уфа бренд мақсад роҳгиро дар кор барои билет гирифтан ба шаҳри Уфа ба ғайри бо дар баъдиса личени кинед дар ҷое ки шумо оператсия кардед бояд личени кинед حتما باید چینی که ویا بیسون نمیکنن و خود همت معلومه ویا در بعد مثلا ایجا رفتن نکن که در اونجا خدای هم شرایطی برادرای خود کمتر کمتر شده کسی دیگر نکنه یکی مثلا گفته که سون در کاره که من برم اما آدمشم بیاوم که همی لیچنش کنه و همی اپیرس هم بزرونم نمیقه مقصدی که بعد خدا خواست الحمدلله خوبی کسی نمیشه شما گفتم که طبیب آمده نه من دامو یک ویدنام همون وقتی که من چیشیدم پیش این یک ویدنام نومش همونجا سایت هست تخی نوم دارد همون مانا دامی طبابتی پسواناش نی پروفیسور چیز پینا همون رو با من کمکشون داد یا میده زندگی من پیش بیماری بودم پیش مقصد در خدمت خلق بودنه حاضر شما نیاز داریم و طبیبه که شما را تابع کنم هزار رحمت من انشاءالله که بدم خدمتشون میکردم اما الله خودش میدونه اما دیگه اگر پیش ای کار سر کردن چون میکردین شما چی کار میکردین پیش ای همین کاری طبیبی کردین پیش ای کار کردن ما اکا یک دو سال مای کده کار میکرد در ما متروی میخوا همونجا اون کردم همونجا کار میکرد دو سال شاید که همونجا خنکی درست نمیدونم این چیز است همین مقصد همین کار خود سر شید بعد خود سر شدن مقصد وزد جمع شید رفتم پرای که بودن که حتما اگر اپیرس اشنک نمیمونه فرزندون که چند ساله فرزندون؟ فرزند رو 4 دختر دارم یک دخترم خیلی شوهر کردی رفتنی های یک بچه دارم بچه هم آوازی صفری ده های اصلا دختر که ها مایدن حاضر توجه شما بودن نمیره کارت روان کردین کارتاتون یک بار نمیره شخصی میگه بعد نمیره چی بودن شما کم زنی؟ مقصد شما که اینکه پول نگرد کارتای خود شما در نمره سپیتیمیر بانک نظرف سلیم مثلا اونجا هست که اینک انا 4 تا 5 اینا 55 55 45 674 نظرف اسم رویا مربان ندارین شما کنز مربان رسیه ندارین نه اکا ندارم در اینجا ندارم ما انشالله که قلبی بیام بود در تماس شوم کارت دوشنبه سیتی هم نداره دارم همین در همین نمره تلفن سایدیلیش اگه 4 تا 5 45 674 فهمو کارچی در یک نمر ده کارت دارن یک تا دوشنبه سیتی یک تا سیتامین بانک هزار رحمت برادر هزار رحمت با انشالله اکا نمره همین واتساپه که زنگ زدگه این نمره ابیش نشان خور بکنه اکا همین نمره که هست که همین نمره میگافونم هست در همین سایدیلیت هر روز هر ساعت کار میده همین نمره که از کارت تو موندگی همین نمره رو با کدومه که مقصد ریال باور نداره میتونه شما در زنگ بزنه یا کدومه کمک کردنی باشه شخص کنگل زنگ بزنه میبینی حتما من برادرای عزیز شما همه توجیکای ما جگرای مایی برادرای عزیز این نمره تلفنم مقصد کسی نباشه زنگم زنه خطی صحبت مینم خیلی که بگه شون میتیم چی مینم ویدیوش انیمه پرتام بینم آقا جان انشالله ما باوری داریم که برادر توجیکی ما دائما در دستگیری هستند خصوصا با خدمات خیلی پیرانسالایی که با کمک احتیاج دارن حتما کمک میکنن شما وابشه زیغ نشین این پستی‌ها در سر همه هست میگذره خیلی دیگه گپی زیادی چی در کار همه گپا را زدیم به فکرم در آخر چی گفتنی برای برادرای ما را تماشا همه برادرای تاجیک خیلی میگو که ایمن یک دعا بهترین های دنیا و آخرت نصیب تاجیک های ما کنه و پروردگار کریم در جای باشن
بلند باشن چی ابرها و شهیدانی که هستن امید دارن خدا رحمتشون کنه پروردگار کریم فرزنداش و طالبین ما خداوند همه حق در سر بلند باشن بسم الله الرحمن الرحیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین تقا جان هزار رحمت زنده و آباد باشی تقا جان ما با در علاقه هستیم بعد یک چیزی دیگر را فراموش نکنیم وقتی که ما ویدیو را در یوتیوب میمونیم تقا جان آدمای پیدا میشوه که شما را زنگ میزنه میگه که ما شما دستون پرتافته سیم نشیده استای فلان کد اومد میگه همون کد بتین شما نتین فهمیدین تقا جان کدام زنگ زد شما کد پرسید حتما ما دا تماس بگیرین که خیلی ماشینیکو بسیار شدگه که میتونن شما را بدزدن خیلی حالتا بسیار شدگه به همین خاطر کدام شما کد پرسید ما دا حتما تماس بروین ما 24 ساعت در علاقه ایم لوبای پسیو بلندشه در برتونین تقا جان کارت‌های خطونای کدام باور داره زنگ بزنه بفهمونتون فقط ایوا میخواد که با عمود تنگه جمع میشه و اون ماشین نگیره و منفعت خودش نبره البته مثلا الحمدلله برادرای حسن ان شاء الله همین خبری خوب دارم الحمدلله خدمت شما اینم برای که کارهای من پس کم ترک بردار کامیرا باوری دارم که الحمدلله خدمت شما اینم برای که همین کسبه را حالا دادستم طبیب خلقی هستیم همه چیز کار حالا یکان من پراتش تبلیت خوندگی باوری هسته که الحمدلله باوری هستم انشالله این خدمت شما میگم انشالله ای دست ما تو مدگی شکجا میکنیم برحمت انشالله برادر این انشالله و همین شوه که و قلبی خیلی که الله خودش میدونه الحمدلله خیلی چی گم گم این اگه خدمت باشه در ما همین فقط حاضرش هم میتونم که خدمت فقط در حق شما هر یک شب خیزم دعا کنم این ساعتی دل شب بیدارم همین درخت با آبای آدم با دعا شما یک هفت دعا باشه تقا جان ما در بحث انشالله مکسیش نشه انشالله در برادرین دست بخیر بسیار انشالله که پرابلمتون حل میشه انشالله رحمت کلان خیر پروردگار من هم یک چیزی میگم شما برادرها ما خرسان شیم خدا شما را خرسان کنه ایمان ما هم خدا پروردگار نگهدار باشه و اینا نوم سلیم های همه انشالله با خیلی بخیرم سیرم و مسکا برای جای هست من اپیرستم میام سیرم انشالله با ادرسات ها بوم یا خدمتون انشالله قبول های تقا جان یا دعا کنید هزار رحمت تقا جان زنده باشی با در تماسیم لوبای خدمت دیگه شید انشالله که بعد وقتی که مبلغ درکاری شما جمع شید با شما که بررسی آمدین ای پیش میویم با همه خیلی دنوار صحبت میکنیم با همه برادرایی که شما را کمک میکنن با اچاد میسپاریم که همه قدر سون جمع شید همه تقوی ما برای توبت رفته سر هزار رحمت انشالله وقتی این جمعه همه را توری که جمع شد میام اول و خیلی تماس من در ادرس های شما را میام مسکو هم میام برای من استاد محمود جای تهران میام پیش اما انشالله میام اول پیش ما خب اکجان ویدیو را در روز بعد نکنیم انشالله الله نگهبان باشه اکجان انشالله دست ممدگیش هم میکنیم اکن الله نگهبان دامه خدا نگهت باشه خب سلامت باشیم اول صفتت کنه الله اکبر انا بخت رحمت داشت انا با الله مای رحمت برادرو خب برادرو همتون اینا تماشا کردین اکای سلیم جان ای نویه 5 بود فکر ما ای نویه 5 ما نمیشناسیم بالای قسم همین روز بعد زنگ زد بسیاری زنگ بزنن نشد خیلی مقصد از باشینیکا بسیار دیگه همه چیز میدونه با گفتیم اگه خیلی اون دکازات باشه روی ببینیم که زنگ زد ویدیو بذار نشون داد تمیش کم شد در حقیقتا خب محتاج است دیستریکت اینا فرزندای خور داره مقصد دستیار نداره بگم درست میشوه ای دست اومدگیش کارتوی خود یکده انشالله کمکی مقصد میخواه که ثواب گیره مرحمت کمکی یگان مشکلی داره انشالله وقتی که شما صدقه کنی الله شما را 10 چند میته یک بته انشالله الله 100 میته اینا باردارو مرحمت کردم که میخواین
хайр кинен ина марҳамат бардоро картоша мемонем дар номи хиди якай мо мақсад куш нестем дар ягон ҷамъ кунишон чизе ки ҳаста иншоалло ай худшон ҳаққи ҳалолшон шумо ай балои аллоҳ хайршон кунед ва кадом нафарое ки гапҳои зиёдӣ мезанен хубаш наметонен ҳамин кӯмак кардан наметонен гапи зиёдӣ назанен ин кор барои шумо нест нафарое ки дар ҳақиқатан мехоҳем ки ҳамин амал ки мо солим соқ солим ҷароиша бигзаронам ва ҳамин шабо мега хов намебарам хов кардан наметонам чӣ хеле як халта дар байт кашол боша ва ҳамо ахлоте ки бояд қафо бикунем ва пеш бигирӣ агар кадоме ки бихоҳад ки ҳамин мушкили ҳамин амак осон шавад ҳамин шабо як соат ҳам боша ба ҳазур бароҳат хов кунам ма бовар мекунам аида дига савоби хуб намешавад ба ҳамин хотир кадоме метонем кӯмакш кунем наметонистагид гапи зиёдӣ ва ҳақорати дашнома дига хейтарӣ накунем зинда обод бошед хуб аллоҳ нигаҳбони ҳамаат отчёти видеора иншоалло ки мо ба шумо пешниҳод мекунем вақте ки хиди амак ба пеши мо биёяд баъд зинда обод бошед аллоҳ нигаҳбони ҳамаат